زیرا که تو هم به وقت خود مرده شوی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی؟ اللهم صل وسلم وبارك علیه. یا رب به خلق تکیه‌گاه هم نکنی، محتاج گدا و پادشاه هم نکنی. این موی سیاه سفید کردم با گناه، با موی سفید رو سیاه هم نکنی. کردگارا به حقی نوری نبی، به جمالی محمدی عربی، به نماز و نیازی لیل نهار، به درودی صحابگانی کبار، به فرو رفتگانی منزلی خاک که از این جهان رفتن با آن دلی پاک. اللهم تقبل توبتنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جناب حضرت علی می گفت این من نعیم دنیا یکفیک الاسلام نعمتن. از همه نعمت هایی که در دنیا وجود دارد نعمت اسلام در مد اول ایستد. الحمدلله برادران عزیز که این سرجمی ما، این احترام ما، این قدر خراجات های ما، همه این از حساب همون نعمت بدن دین ما است. نعمت اسلام است که برادر ما قاری اسدالله اگر چند عمرش هم به جای بلند هم که شود، لیکن هیچ وقت پدر فراموش نمیکنیم، مادر فراموش نمیکنیم. همیشه میخواهیم در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان گذشته پدر رحمت و مغفرت گرداند. خداوند ثواب این خیر احسان ها را به روحشان رساند، روحشون از نزدیکاشون راضی گرداند. برادر ما را قاری را همراه اهل عیاش در پناه رحمت اسمتش نگهدارد. جمع برادرایی که در این محفل اشتراک داریم، جمع برادرایی که امروز در هر کارها و مشغول هم هستند، خداوند سعادت دنیا و آخرت نصیب فرماید. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر یا رب.